به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما. یک مقاله رو امروز میخوایم بررسی بکنیم که مقاله خیلی مهمیه. سایت سرچ انجین جورنال مقاله رو کار کرده و آقای راجر مونتی که یکی از قدیمی های سرچ انجین جورنال و مقالات زیادی رو کار کرده و اخبار زیادی رو هم در واقع روش کار میکنه و منتشر میکنه. به نظرم مقاله خیلی مهمی هستش. موضوع مقاله این هستش که گوگل تأثیر اضافه کردن موضوعات جدید را توضیح میدهد. یعنی چی؟ یعنی شما یک وبسایتی دارید در حوزه X و این سایتتون خوبه، رتبه گرفته و اینا، حالا میخواید یک موضوع جدید رو هم، مثلا موضوع ایگرگ رو هم رو سایت کار بکنید. حالا بخوام یه مثال عینی بزنم، مثلا شما یه وبسایت دارید درونش مثلا لباس میفروشید و روی لباس کار میکنید، حالا میخواید کتاب رو هم بهش اضافی بکنید و در واقع شروع به کار کردن روی محتواهای مربوط به کتاب هم داشته باشید، حالا چه فروشگاه چه وبلاگ. خب سوالی که از ایشون شده و سرچ انجین جورنال این رو پوشش داده این هستش که آیا ما یک موضوع جدید به سایت اضافی بکنیم روی سایر بخشای سایت تاثیر منفی میذاره و آیا این موضوع جدید هم رتبه میگیره یا نه، که به نظرم خیلی مهمه و ازتون دعوت کنم تا آخرش نگاه بکنید. حالا من هم چند تا نکته تحلیلی دارم خدمتتون عرض بکنم. خب مقاله رو با هم بررسی بکنیم. دنی سالیوان از گوگل ملاحظات سئو مربوط به زمانی که یک سایت شروع به انتشار در یک دسته موضوع کاملا جدید میکند را توضیح میدهد. دنی سالیوان از گوگل در مورد اینکه چه اتفاقی میافتد زمانی که یک وبسایت شروع به انتشار محتوا در موضوعی میکند که با موضوعی که در آن شهرت جهانی کسب کرده متفاوته، چه اتفاقی میافتد. نظرات او در سرچ سنترال لایو NYC به عنوان بخشی از یک بحث گسترده در مورد شهرت سایت بیان شد. دنی گفت که معرفی یک موضوع جدید به یک وبسایت منجر به ضربه زدن به سایت در رتبه بندی نمی شود، که البته این نکته داره خدمتتون عرض میکنم. اما آنچه ممکن است اتفاق بیفتد این است که گوگل ممکن است سعی کند بفهمد چگونه محتوا در بقیه سایت قرار میگیرد. حالا عین متنی هم که دنی سالیوان گفته اینه: ما مدت هاست کار انجام داده ایم و به آن ادامه میدهیم تا بفهمیم که آیا به نظر میرسد بخشایی از سایت مستقل هستند یا کاملا متفاوت از سایر بخشای سایت هستند. بد نیست که یک وبسایت هر کاری را که میخواهید وبسایت برای خوانندگان شما انجام دهد. حالا یه بد نیست که یک وبسایت هر کاری که میخواهید برای خوانندگانتون مثلا انجام بدید، بد نیست. اما اینکه شروع به یک پوشش موضوع کردید و شروع به نوشتن در مورد چیز دیگری کردید. من یک نفر را در یک رویداد داشتم که بسیار بسیار نگران بود. آنها شروع به نوشتن در مورد اسنوبورد کردن، اما اکنون میخواستن شروع به نوشتن در مورد اسکی کنن و وحشت داشتن. یعنی شخص یه وبسایتی داشته در مورد اسنوبورد محتوا مینوشته، حالا هر چیزی که بوده، فروشگاه بوده یا وبلاگ بوده یا جفتش با هم، حالا میخواسته یک موضوع جدید به وبسایت اضافی بکنه و وحشت داشته که مشکلی پیش نیاد. حالا سوالش این بوده که اگر آنها در مورد اسکی بنویسن که به نوعی موضوع وبسایت و تمرکز در واقع وبسایت نبوده، این کار نمی کند. ما به نوعی آن را بر اساس تخصص شما در این مورد خاص آن نوع چیزها ایجاد نمی کنیم. اما آنچه که ما در تلاش برای درک آن هستیم این است که به نظر میاد سایت به نوعی با سایر بخش‌های سایت متفاوته. یعنی ما می‌خوایم، یعنی دنی سالیوان میگه گوگل میخواد درک بکنه که آیا این بخش جدید متفاوت از بخش دیگه است یا اینکه در واقع تو همون بخش میشه پوشش داد. حالا پاسخ چیه؟ چیزی که دنی میگوید این است که گوگل به تفاوت یک قسمت از سایت با قسمت دیگر نگاه میکند. یعنی برای گوگل مهمه اگر بخش دیگر بسیار متفاوت است. او ادامه داد که گاهی اوقات ممکن است برای مدتی بر اساس شهرت کل سایت برای موضوع اصلی رتبه خوبی داشته باشد، اما ممکن است بخش جدید رتبه بندی را از دست بدهد. یعنی چی؟ یعنی ممکنه وقتی مثلا حالا همین مثال رو صحبت بکنیم، مثلا در مورد اسنوبورد کار میکرده، حالا میخواد اسکی رو به سایتش اضافی بکنه، محتوای مربوط به اسکی رو. گوگل ممکنه تا مدتی به محتواهای مربوط به اسکی هم رتبه بده.
عذرخواهی میکنم، اینا رو بهشون رتبه بده و در واقع با توجه به چی؟ با توجه به شهرت و در واقع حالا استفاده از واژه شهرت کرده، ما همون اتوریتی رو فرض میکنیم، حالا اتوریتی داخل و خارج سایت. ممکنه گوگل بیاد به این موضوع جدید هم محتوایی که تولید میشه رتبه بده، اما وقتی فهمید این متفاوت از موضوع اصلی سایت شماه، میاد یواش یواش رتبه هاش رو کاهش میده، رتبه های موضوع جدید رو. دنی توضیح داد که از دست دادن در رتبه بندی یک جریمه نیست، بلکه فقط تشخیص این است که بخشی از یک سایت آنقدر متفاوت است که شهرت کل سایت واقعا برای موضوع خاص صدق نمی کند. یعنی گوگل سایت شما رو به عنوان یک سایت قوی و معتبر، حالا به اصطلاح خودشون شهرت خوب، در مورد مثلا اسنوبورد شناخته. حالا در مورد اسکی دارید می‌نویسید، خب گوگل میاد میگه ما این اتوریتی که به شما دادیم در مورد در واقع رتبه‌ای که شما دارید میگیرید و امتیازهایی که ما به شما دادیم در مورد اسنوبورد بوده، نه در مورد اسکی. پس برای اسکی دوباره باید از نو اتوریتی ایجاد بکنید برای سایتتون. دنی از استعاره مینی سایت استفاده کرد تا توضیح داد که چگونه گوگل ممکن است شهرت بخش جدیدی از یک سایت را از بقیه سایت جدا کند تا بتواند برای موضوع خود شهرت کسب بکند. منطقی است که گوگل بخش مختلف یک سایت را متمایز کند، زیرا به او اجازه می‌دهد که بفهمد که مجموعی از صفحات در یک موضوع هستند و مجموعه دیگری از صفحات درون وبسایت درباره موضوعی متفاوت هستند. خب اینجا مقاله تموم میشه، اما چند تا نکته داره. نکته اول اینه که شما وقتی یه بخش جدیدی به سایت اضافه میکنید، حالا چیزی که خودشون گفتن این هستش که گوگل میاد با توجه به شهرت و اتوریتی خود سایت و اون موضوع به اون موضوع جدید هم یه رتبه میده. اما اگر خیلی متفاوت باشه، یا اصلا بگیم اینجوری بگیم بهتره، متفاوت از موضوع اصلیتون باشه، مثلا شما تا دیروز در مورد لباس محتوا تولید میکردید، الان بیاید در مورد کتاب محتوا تولید بکنید، تا مدتی محتوای کتابتون هم رتبه میگیره. اما چون خیلی متفاوته از موضوع لباس که قبلا شما برای اون کار میکردید، این محتوای مربوط به کتابتون بعد از مدتی رتبه هاش میریزه و این طبیعیه. میگه این جریمه هم نیست، این دلیلش اینه که ما متوجه شدیم مثلا شما تو موضوع لباس معتبر بودید، نه تو موضوع کتاب، و برای کتاب هم باید کارهای جدیدی بکنید، یعنی دوباره بیاد اتوریتی بسازید. اما نکته مهمش اینه که آیا ما مثلا میخوایم برای کتاب هم محتوا تولید بکنیم، به خود رتبه های لباسمون آسیب نمیزنه؟ پاسخش اینه. حالا مقالات دیگه هم هست در این خصوص که در واقع جان مولر صحبت کرد و افراد دیگه ای از گوگل و تجربیات خود من این هستش که اگر اون محتواها، یعنی بخش جدید سایتتون به حدی ضعیف باشه که در واقع کل سایت رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، محتواهای قدیمیتون هم رتبهش افت میکنه، یعنی اعتبار و کیفیت کلی سایت میاد پایین. شما مثلا برای کتاب یک محتوای خوبی نتونید تولید بکنید، حالا به هر دلیلی، یعنی کاربرا راضی نباشن، ترجمه‌تون خوب نباشه، اصلا محتواتون خوب نباشه، اتوریتی خوبی نداشته باشید و تمام اینها در کنار هم اگر خوب عمل نکنید، در واقع میاد رتبه مربوط به لباستون رو هم که داشتید از دست میدید. پس موضوع بسیار خطرناکی است. اما سوال اینه اگر اونجا خوب کار کنیم چی؟ یعنی بیایم مثلا تو حوزه کتاب خوب کار کنیم، آیا حوزه لباسمون ریزش نمیکنه؟ این هم به نظر من بستگی داره، یعنی جوابش قطعی نیست. اگر شما بیاید در موضوع کتاب خوب کار کنید و موضوع لباستون رو دیگه نرسید کار بکنید، یعنی ضعیف‌تر بشه، رقبا از شما پیشی میگیرن. شما اینطوری نیست که یک اتوریتی گرفتید برای همیشه این اتوریتی تو حوزه لباس رو داشته باشید، بگید خب من میام مثلا توی 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال میام اتوریتی تو حوزه لباس کسب میکنم، دیگه بعدش لباس رو ول میکنم، میرم تو حوزه کتابم مثلا میارم، امروز دیدم مثلا کتاب خیلی پرفروش و خوبه، میام کتابم میفروشم، یا فردا یه موضوع جدیدی اومد اونم میارم روش کار میکنم. این باید تیمتون انقدر گسترده و قوی بشه که اون در واقع کارهایی که رو لباس میکردید با همون ریل خودش بره جلو. حالا بیاد یه ریل جدید، یعنی همون نفرات و سیستم و بکلینک و هر چیزی که داشتید، رپورتاج اینا که میرفتید، حالا برای بخش جدید یا تاپیک جدید سایتتون هم بیاید همون ریل گذاری رو انجام بدید، یعنی اون کار خودش رو داره انجام میده و این هم موازی در واقع بره جلو. اینجوری نشه که یک تاپیک جدید اضافه کردید، تاپیک قبلی رو دیگه نرسید کار بکنید. اگر به این صورت بخواید پیش برید، بله
احتمالش این هستش که در واقع رتبه‌های اونور ریزش نکنه و اینور هم به مرور رشد بکنه. اما اگر خراب بشه خب تاثیرش رو روی کیفیت کل سایت میگذاره. و حالا یه سوال دیگه پیش میاد، ما اگر بیایم انقدر موضوع به سایتمون اضافی بکنیم که اصلا موضوع اصلی سایتمون دیگه خیلی کم رنگ بشه، مثلا ما با یه موضوع اصلی شروع کردیم مثلا لباس، حالا بیایم هی موضوع جدید بهش اضافی بکنیم، یه بار کتاب، یه بار نمیدونم میکروفون، یه بار خدمت شما عرض بکنم قاب عکس، حالا هر موضوع جدیدی بیایم اضافی بکنیم، اینجا دیگه اون تاپیک اتوریتی یعنی اعتبار موضوعی سایتتون هم تو حوزه لباس از دست میره. حتی اگر با ریل در واقع ریل گذاری خودتون، یعنی با همون کارهایی که میکردید و رتبه گرفته بودید بخواید ادامه بدید، اینجا دیگه نباید توقع داشته باشید رتبه های مربوط به بخش لباستون که بخش اولیه سایتتون هم بود در واقع همونقدر رشد داشته باشه، چرا که عملا دیگه شما در واقع اون اعتبار موضوعی خودتون رو تو حوزه لباس از دست دادید. ببینید یک سایتیه، صفحه اصلی سایت مثلا در مورد لباس شما کار کرد، مثلا فروشگاه لباس که صفحه اصلی مهمترین صفحه است و همه محتواتون در حوزه لباس بوده، حالا اومدید انقدر تاپیک جدید ایجاد کردید که دیگه گوگل شما رو به عنوان یک در واقع سایتی که متمرکز تو حوزه لباس کار میکنید نمیشناسه و احتمالاً رقبایی که بیان از شما قوی تر باشن، بهتر محتوا تولید بکنن تو حوزه لباس شما رو جا میذارن و این نکاتی هستش که در واقع همش هم بستگی داره است. باید موقعی که میخواید یک موضوع جدید به سایت اضافه بکنید خوب فکر بکنید و در واقع سود و زیانش رو بسنجید. آیا من بیام مثلا تو حوزه کتاب وارد شم، تو حوزه میکروفون وارد شم، موضوعات جدید رو اضافی بکنم، این به نفع منه، یعنی اونقدر برام سود داره که اونور در واقع افت منو پوشش بده یا نه، و اینکه در واقع آیا میتونم موفق بشم تو همش. اگر شد که میتونید موضوعات جدید اضافه کنید، اگر نشد به نظر من این ریسک رو نکنید. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو و تا انتهای ویدیو در واقع من همراه بودید. خدا نگهدار.